روزی مردی ثروتمند به مرد ماهیگیر ساده در کنار دریا نزدیک شد. ماهیگیر زیر سایه درختی نشسته بود و با آرامش به دریا نگاه می‌کرد. مرد ثروتمند از او پرسید: چرا به جای نشستن بیشتر ماهی نمیگیری؟ ماهیگیر لبخندی زد و گفت: چرا باید بیشتر بگیرم؟ مرد ثروتمند پاسخ داد: اگر بیشتر ماهی بگیری می توانی پول بیشتری به دست بیاوری. با آن پول قایق بزرگتری بخری، تورهای بیشتری تهیه کنی و ماهیهای بیشتری صید کنی. در نهایت می توانی یک شرکت ماهیگیری راه اندازی کنی و ثروتمند شوی. ماهیگیر با تعجب پرسید: بعدش چه؟ مرد ثروتمند گفت: آن وقت می توانی بازنشسته شوی، کنار دریا بنشینی، از زندگی لذت ببری و با آرامش ماهیگیری کنی. ماهیگیر خندید و گفت: خب من همین حالا هم دارم این کار را انجام می دهم. نظر شما راجع به این داستان چیست؟ حتما داخل کامنت ها بنویسید. اگه این نوع ویدیوها رو دوست داری حتما چنل ام استوری رو سابسکرایب کن.